سلام علیکم دوستای عزیز. امروز درس سوم تامخانه هست. موضوع ما بود دریای کنر. ما بعض موضوعات داریم در ارتباط به دریای کنر. چطور میتونیم از دریای کنر به شکل اقتصادی استفاده کنیم، از انرژیش، از منابع آبیش برای زراعت. خب وقتی که در زراعت ما استفاده کردیم، مثلا گندم، برنج و تمام چیزای اولی که ما ضرورت داریم، از جمله نخود بوده میتونه، لوبیا بوده میتونه، دیگه چیزای زراعتی خیلی قیمتی که دوجه کشت میشه مثل زعفران و دیگه چیزایی که مثل این شما سال هاست کش میکنیم. خب وقتی ما بتانیم بر دریای کنر بند جور کنیم، اینمی 10 برابر تا 10 برابر افزایش میده. اینمی حساب کیفیتش، بالایش، کاربردیش. مثلا فکر کنیم قبلا 1 جریب زمین آبیاری میکردیم، حالا میتونیم 10 جریب زمین آبیاری کنیم. خصوصا در ولایت کوهستانی خیلی استراتژیک میشه. مثلا وقت نباشه، مثلا بلندی باشه زمینا، در وقت اگه ما بخوایم از آب استفاده کنیم باید بند بسازیم، مگه نه هیچ چیز از او استفاده کرده نمیتونیم. مثلا اینمی دریای هلمند از دایکندی و از خیلی ولایات افغانستان تیر میشه، اما اکثر ولایت از او استفاده کرده نمیتونه. فکر کنیم از بدخشان میاد تا هرات، یعنی افغانستان ای تو در نظر بگیریم از اینجا تماما ردیف کرده میره. اگر ما بتانیم چند بند دگام در جای مناسب از او کار بگیریم، میشه ایمی مفیدیتش، مؤثریتش چند برابر کرد. دریای کنر هم همونطور میتونیم در 30 ولسوالی دریای کنر بند بسازیم. یکی از او جمله اسمار هست، دیگیش رستاق هست، دیگیش هم اسدآباد. در رستاقش میتونیم تا 1000 مگاوات دیجا یک بند بسازیم که بتانیم از اوجا استفاده کنیم. در اسمار هم 762 مگاوات امکان بند برق وجود داره، میتونیم از دیجا از استفاده کنیم. این خیلی استراتژیک هست برای مردم کنر. در علاوه در کنار دریای کنر مردم خیلی بود و باش داره. اینجا سالانه یعنی خیلی زیاد زمین های، مثلا 3000 جریب زمین زیر آب، مخصوصا در فصل تابستان با بهار. این خیلی طغیان میکنه همین دریای کنر. از جمله 24 هزار جریب زمین، اونو در حدود 4000 ایچ میکنه زیر آب میکنه و اونا را غیر قابل استفاده میکنه. خب در اطراف دریای کنر مثل دریای آمو که دوجه مثلا طغیان میکنه، زمین های مردم هم میگیره، اینجا هم یک همو تو یک قریزی چه بساب همو بندکاری بساب همو با سنگ میشه، با قریزی میشه، با همو چیزایی که دوجه ساخته میشه، باید از او کار گرفته شد که مردم زیاد متضرر نشه. این در حدود 40 کیلومتر هست، خیلی مردم هم متضرر میکنه. یک قسمتی هم شده، دیگه هم ضرورت هست، باید هم تا انجام شود انشالله. تا اینده انجام خواهد گرفت. از همه مهمترش بندایی است که باید دستور باید ساخته شود. یکی گفتیم اسمار هست. خب در اسمار باید ساخته شود. دیگهش در اسدآباد گفتیم، در اسدآباد هم امکان بند برق وجود داره. ببینیم اینجا بند برق وجود داره، امکانش که بتانیم دی اطراف زمین ها را
زراعتی کنیم. خب دیگه شام خصوصا می هر دو خیلی مهم هست، بر بند و برق آماده هم هست. ببینیم حالا بریم که همی دریای کنر از کجا سرچشمه میگیره، به کجا میریزه، ای مامون کدام دریا هست. ببینیم این دریای کنر که هست از کوههای چترال هندوکش سرچشمه میگیره. خب از اینجا که میبینین باز امرای دریای نورستان به کنار یک جای میشه. ببینیم اینجا این مرز افغانستان و پاکستان هست. خب این طرف پاکستان است، این طرف افغانستان هست. اینجا این دریا از اینجا سرچشمه میگیره و یک قسمتش از کوههای چترال که گفتیم نزدیک کوههای پامیر ما هست، بدخشان است. اینجا یک قسمتش میشه کوکشه، یک قسمتش میشه هلمند، یک قسمتش میشه دیگه دریای معاونین کابل و پنجشیر و اینا. خب دیگه گفتیم دریای کابل هم یال در شهر دریای کابل بریم اونجا، اما از وسطش شهر کابل یک دریای کابل میگن اما هیچ آب نیست. این قبلا آب زیاد بوده، حالا نیست. این به خاطر نامش هست، نامش سیاسی هست. اما الان ببینیم این مسیر دریای کابل که قبلا بوده، البته با مثلا دریای پنجشیر و علینگار و کنر و اینا در جلال آباد یک جا میشن. اینا همه به نام دریای کابل یاد میشن. خب این در جلال آباد ببینیم در بهسود اینا با هم همه گت میشن. باز در قسمت اتک اینا در دریای سند پاکستان میریزه اینا. خب در 20 کیلومتری شهر پشاور پاکستان یک بند برق به نام ورسک ساخته. پاکستان ساخته، البته خیلی نفع اقتصادی از این پاکستان میبرم. در حالی که اینمی خود کنر هم که هست، دریای کنر از کوههای چترال پاکستان از اینجا سرچشمه میگیره. خب این اصل پاکستان، یعنی ترخم اگر ما در رسمیت بشناسیم مربوط پاکستان میشه. از اینجا سرچشمه میگیره، باز داخل کنر میشه، ببخشین نورستان میشه. با دریایی که نورستان داره میه در کنر، از وسط شهر کنر تیر میشه. خب همین قسم ما دریایی دیگه هم داشتیم، یعنی اینجا مثلا دریای دیگه رفته، مثلا به طرف دریای آمو مثلا پنجاب است، مثلا کوکچه هست. مثل اینا چندین دریای ما. امی دریای کنر هم 17 دریا گت میشه. دریای کنر بسیار یک دریای بسیار کلان به نام دریای کنر را تشکیل میدن. اینا خیلی دیگه اقتصادی است برای افغانستان، باید از این منابع استفاده کنه، آب مدیریت شود. آینده جهان شاید از طریق آب تعیین شود، اقتصاد هر کشور از طریق آب شاید تعیین شود، خاطر که هر روز گرما میشه، یعنی هر روز گرمی، طبیعت زیاد میشه، جهان رو به گرمی میره. از خاطر هر روز 1 متر مربع آب مثلا از آمو کم میشه. متفکر کنیم یعنی حتی کمتر هم میشه، خیلی با سرعت. یعنی ایره شما که چقدر فکر میکنیم شاید از اون زیادتر هم کم شده برای آب. از خاطر بحث های بعدی خواد بود که ما درباره
کانال قشتپان بحث های خود داشتیم، دریای آمو، دریای کوکچه، دریای هلمند، فرارود، هریرود، اینا همیشه بحث خواد کردیم، به خاطر که اینا دریای بزرگ افغانستان هست. میتونیم از او حساب بند برق، زراعت، دیگه هر چیزی که ما نام از او برده میتونیم. یعنی به شکل سادیش آب حیات است، آب زندگی هست. بدون آب نمیتونه هیچ جانداری زندگی کنه. از او خاطر همه متوجه آب هست. امکان جنگ آب هم وجود داره. ما مسائل را چند پیش شاهد بودیم برای همسایه خود. اونا میگفتن دیگه آب اگر شما بر ما چی نکردین، دیگه بر ما هیچ چیزی دیگه رابطی ما نرمال شاید نشه یا نباشه. بگذاریم مسائل سیاسی را به یک کنار، اما این یک حقیقت است، یک واقعیت هست. آب خیلی کم شده. کشورها نفت دارن اما آب ندارن. ببینید اینجا 3 ولایت افغانستان هست که خیلی زیبا، خیلی سرسبز هستن. یکی از اون جمله نورستان هست. خیلی مقبول هست نورستان. پولیش و هم در سردی پاکستان هست. سراسر کوه هستن، با کوه احاطه شدن. مثلا نزدیک کوههای چترال، هندوکوش، پامیر. این طرفش هم باز هم به سرحدی پاکستان در کنر هست. کنر هم خیلی زیبا سرسبز هست. خب آب اینا میاد در جلال آباد. جلال آباد هم همونطور. من در جلال آباد دیدم، رفته بودم. خیلی زیبا، خیلی سرسبز، خیلی واقعا روی انسان شاد میکنه. خیلی دریای بسیار کلان داره. مردم اینجا در تفریح میان و دیگه در جلال آباد از خیلی استفاده میکنم. از که دریا خیلی کلان است، بزرگ هست، خیلی زیادش بسیار اندک استفاده میشه دیگه. همیش میره در طرف پاکستان. اونا بند جور میکنن، در زراعتشان استفاده میکنن دیگه. به درد پاکستان تا حال خورده. بعدازی ببینیم انشالله که اینا مدیریت شوه. پس آنتر ما نظری استاد مسعود را هم خواد داشتیم. او دیگه باره یکی از سیاست های دولت باید مدیریت آب باشه. یکی از عالی فشارش باشه. وقتی ما در مقابل دولتی که هیچ عالی فشار بر او نداریم و هر چیزی که میخوایم میکنه دیگه. بخاطر که چیزی وسیلی نیست که بر او فشار بیاری و چیزی که او میخواه انجام بده در مقابلش تو استاد شوی، بگی که اگر تو ایره میکنی من ایره میکنم. اگر چیزی مثل او نداشتی دیگه هر چیز خواست انجام میده و تو را رایت گم میکنه. یعنی تو را بساب رایت تو گم میکنی. یعنی به خاطر که چیزی نداری، غیر پریشانی، غیر جگرخونی، غیر سردرگمی و مسائل. از او خاطر انشالله این مسائل تا آینده جدی خواهد گرفته شد. من گفتم بند حالی با 2-3 بند هم اگه خود کفا کنیم، اتکا کنیم دیگه میشه. اما شاید زیادتر هم میتونیم. یعنی ببینیم من بیم از اینجا بر شما یک چیز نشان بدم. خب این اینجا خب دریای کنر را ببینیم شما. این دریای کنر هست. خیلی واقعا ببینیم دوستا. این کنر هست. گفتیم از نورستان که اینجا هست و همسایه پاکستان از کوه چترال اینجا که از سرچشمه میگیره. اینا خیلی کوههای کلان هست، بزرگ هست، ارتفاعش خیلی بالا هست. اینا ببینیم هنوزم اینجا برف هست. خب اینا چکار میشه؟ همیش او میشه. خب آهسته آهسته از اینا دریا جور میشه.
خب اینا آنقدر برف داره که یعنی در طول سال دریا هستی. وقت ای مربوط ترخم هست، یعنی ببخشین اینی مربوط خط دیورند هست. اینی میکوهای چترال در وسط دیورند میمانه. خب خط دیورند هست. اینا ببینیم از اینا چکار میشه؟ دریا تشکیل میشه. هر کدامش یک دریای بزرگ، دریای کوکچه، دریای کنر، دریای کابل، دریای هلمند. یعنی ببینیم این خیلی جالب است. افغانستان کشور کوهستانی است. باید این قدر کوههای خود بدانیم. کوههای ما آینده ما. یک شعار بوده میتونم بسیار گپ خوب است. دیگه قسمی خب دریای کنر، ایتو میاییم کنر را ببینیم از کجاست. دریای کنر خب هم کوهستانی است که کنر خودش هم کوهستانی است، اما اینی دریای کنر هست. ها خیلی او زیاد داره. این میای تو از بین کوه ها میای. از بین کوه ها، از اینکه ولایتی که کوهستانی باشه زمینی زراعتش بسیار کم می باشه، خاطر که کوه از وسط کوه ببینیم. همین دریای کنر 480 کیلومتر پیمایش میکنه، یعنی 480 کیلومتری راه میایه از چترال و هندوکش، از جا سرچشمه گرفته در وسط. ببینیم اینجا سرسبزی هست سراسر که رفته بریم. اطراف همین دریای کنر مردم خیلی اونجا سکونت دارن، جابجا شدن، خیلی استفاده میکنن. و جایی هم وجود داره که مثلا میتونیم آب مدیریت کنیم. می آب مدیریت یا با سادام نیست، باید تو بند برقی بسیار کلان بسازی، یکی هم مناسب باشه، دو طرفش کو باشه، وسط بگیره. برای علاوه که کو باشه، ای باز همین مدیریت طرفش هم باید اون طرفش زمینه زراعتی باشه یا هواری باشه، همه کو نباشه. مثلا همه کو بود دیگه اونجا بند برق ساختن هم دیگه جایی را نمیگیره دیگه. از او خاطر ببینیم این دریا چقدر دور و دراز هست، چقدر ببینیم جنگلات زیبا و مقبول داره کنر. واقعا ببینیم کوهایش همه جنگلات هست. یعنی مازندران ایران، شمال ایران هم همین تو بوده، خیلی جالب بود. من از نزدیک دیدم رفتم. یعنی اینجا که ببینی دیگه آدم اول کشور خود زیباییاش هم میبینم، میگه واقعا کشور من زیباتر از هر کشور دیگه هست. ماشاءالله ماشاءالله. این کنر هست. خب گفتیم این دریای کنر بود. این جمعه خب این جلال آباد است. این از اینجا از جلال آباد در جلال آباد تیر میشه. خب یک پل که بسیار مشهور است در کنر، همه میرن. من او را به شما نشان بدم. اینجا مردم مسکون هست. خب خصوصا اینجا خیلی سرسبزی است، آبادانی است در کنر. خب در دریای کنر گفتیم 3 جای مناسب برای بند برق هست. یکی رستاق، یکی اسمار، یکی هم بود اسدآباد خودش که محل تولد سید جمال الدین افغان هست. قریش هست. سید جمال الدین افغان، دانشمند مشهور افغانستان. ببینیم اینجا همه سرسبزی و سکونت و همه مسائل هست وجود داره.
ببینیم، حالا ما یک سوال میکنم اینجا. ببینیم چرا همه مردم در اطراف دریای کنر سکونت دارن؟ خب به خاطر که انسان با آب زنده هست. قصه حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل علیه السلام ما همه خبر داریم. اوجا چی بود؟ آب بود و چی لطف خداوند اوجا آب به وجود آمد، آب پیدا شد که اونا بتانن زنده بمانن، زندگی کنن. خب اینجا هست دریای کنر. خیلی ماشاءالله. اینجا ببینیم این تو میره کلام گفتیم 480 کیلومتر هست. خیلی دور و دراز هستی. این اسمر این دمیج یک بند برق بسازن میشه مردم مثلا اینجا زرن. باز موزیک کوهستانی است، مردم موقع چی نیست. وقتی که نیویجه چکنه مدیریتش به خاطر آسان است که اینجا کمی هواری است. خب دکو که بند بندازی هوا باز کم کم میلا کنی طرف های چیش جایی که زمینه زراعتی هست. خب این طرف مثلا میره طرف جلال آباد طالبیم. خب همین قبول تیجان بود جلال آباد. این طرفش گفتیم از جلال آباد میره ده اتک. در قسمت اتک هم با دریای سند پاکستان یک جای میشه. دریای سند پاکستان خیلی دریای کلان هست. چندین دریای چای دیگه دیجا میان و جمع میشن و خیلی بند و برق و مسائل اقتصادی پاکستان تأمین میکنه. خب حالا بیم نظریات استاد سید مسعود درباره دریای کنر بشنویم. این گپ پیشتر مرا میگه استاد، میگه شما یک آلی فشار داشته باشین بر کشورهای همسایه. وقتی که در سر دریای کنر بند برق بسازین یا غوره بساب مهار کنین دیگه پاکستان مجبور میشه که عظیمی تصمیمش عقب نشینی کنه. خب استاد میگه عکس العملایی که کشور ازبکستان داشت بسابه کانال قوشتپه که یکی از بزرگترین کانال های مصنوعی منطقه و جهان هست، از او خاطر دید که واقعا افغانستان استقامت داره، پایداری داره، دی اصرار داره میخواه افغانستان آباد شوه، خودکفا شوه.
یک کشور زیبا و توریستی شوه. از او خاطر اونا هم دیگه در استقامت و پایداری و ایرادی مردم افغانستان، ایرادی حاکمان افغانستان پی بردن. از او خاطر اونا هم دیگه هیئتی را روان کردن که تا حال ایتو برای افغانستان نامدن. کشوری بوده که دیگه میخواه واقعا با افغانستان کار کنه، با افغانستان همکاری اقتصادی و اجتماعی و مسائل دیگه سیاسیش داشته باشه. شاید بعضی کسا فکر کنن که میان گناه میشنوند و شاید اینا بسیار دوست نزدیک پاکستانی ها باشن تو گفا موش به ما غرض نیست. ما ارزش داریم، ما دریا را داریم. این دریا متشکل از دریای پنجشیر، کابل، شتل، این سالنگ، چمچمه است، ریشن، اینا خودش میایم به دریای همین دریا رد میکنن. دریای کنه که در حوزه کابل بس میشه، حوزه آبی کابل، این دریای کنه در درون حوزه آبی کابل بس میشه. دریای کنه عمدتاً از هندوکش سرچشمه میگیره، از طرف چترال. اگر ما خط دیورند بر اساس بشناسیم، خب از پاکستان سرچشمه میگیره، و اگر ما خط دیورند بر اساس نشناسیم، این از افغانستان سرچشمه میگیره. ما رو داره که داخل بشه کنه، از اون طرف میه. اگر ما بر اساس بشناسیم خط دیورند گذر میکنه، یک دور میتونه دریای کابل که بشه دوباره بگیره. از این لحاظ دریای کنه از هندوکش میتونه سرچشمه میگیره، 480 کیلومتر حرکت میکنه از دریای کلان است، یعنی دریای آمو، دریای علیرود، دریای فرگود، هلمند، کابل، کنه دریای کلان است. خب این دریا بیشتر گفتیم دریای کابل است، هریرود است، فرارود است، هلمند است، کوکچه هست، کنر هست. اینا از جمله دریای کلان افغانستان هست. پیشتر گفتیم دریای کابل قبلا خیلی آب داشت، حالا نامش سمبولیک هست، اما از اینکه چند جای دریای پنجشیر و شتل و کنر و اینا چند دریای بزرگ مثلی جمع میشه در سروبی و باز در جلال آباد نقلو اینا. ببینیم ما چند بند هم در مسیر کابل جلال آباد داریم، نقلو هست، سروبی هست دیگه. امی دوتا که ما از خیلی استفاده زیاد میکنیم، یکی 42 یکی 62 دمی حدود میگاوات برق از او استفاده داریم. سال بوده از او استفاده کردیم. 480 کیلومتر حرکت میکنه که یعنی 300 مایل میشه، 300 مایل، در 300 مایل همین حرکت میکنه. منبعش یعنی کوه هندوکش است. موقعیت از این نگران کنند دوستان 3 تا یعنی مانا داره، چی میگن که اونو میگن که زمستان و بهار سبز است، همیشه بهار هستند. 3 تا ولایت همیشه بهار شما که پر از جنگل است و پر از میوه‌های سیتروس میتونه ایجاد شود. و بهترین حرکات جنگلداری و صنایع چوب میتونه کنه ایجاد شود. این در همینجا حرکت میکنه. کنر منبع یورانیوم شماست، معدن یورانیوم در کنر است. جالب. دوستی عزیز، کنر از جمله ولایت افغانستان است که یورانیوم هم دارن. یکی از او هلمند است، باید داشته باشیم. وقتی که اینجا پایگاه نظامی کشورهای بزرگ ابرقدرت بود، اول هم اینجا بودن. خب سببش هم این مسائل بوده دیگه. از اون نگاه خیلی ولایت مهم هست، هم حساب آبش، سرسبزیش، زیباییش واقعا آدم حیرت زده میکنه. یعنی کشور ما واقعا زیباست. از این خاطر است که موقعی که روسا میره شورویا و غربیا میره، راست نمون جای میشینن که شورویا شیدن، مثل کوی خورا باره، مثل در خانشین هلمند باره. توجه که برای جان چی میگم؟ بسیار برای ما مهم است، بسیار. از این خود کنه یک جای استراتژیک است برای ما. تا هنوز استراتژیک بودن از
میگفت که همین اتفاق ما در نفاق ماست. همین شما ما همین کسایی که در مناسبات زندگی میکنیم در نفاق بسیار پرویستیم. یک کل ما یک رقم است. کل ما اتفاق که داریم در نفاق. سید جمال الدین افغانی پیشتر نشانم دادیم جایشانم اسدآباد در ولایت کنر گفته که اتفاق ما در نفاق ما هست. یعنی وقت نفاق بود ما اتحاد میکنیم، نفاق نبود در کارهای خیر کارهای خوب. البته یک نظر هست، اما افغانا جایی هست که با هم اتفاق نظر دارن، با هم کارهای کلان کردن در مقابل تجاوزگران، در مقابل که به اینا ظلم و ستم روا دیده بود همیشان یک دست شدن در مقابلشان خیستن. اما اکثرا در نفاق اتحاد داشتن. واقعا من گپی ایرا تا حدی تایید میکنم. اینا سایه در برگیرندهش اینو متوجه باشه به چیزایی که میگم بسیار براتون جالب است. خب سایه در برگیرندهش که 26000 کیلومتر مربع است. این کلی گوگل کلی نوشته میگم 26000 کیلومتر. حالا کس نگرفته که این سایه 26000 کیلومتر مربع که میگیم این سایه تجارتیش است. این سایه تجارتی دریا 26000 کیلومتر مربع است. اگر شما این بندش بسازین، بند عادت داره از 5 تا 10 میره. از 5 تا 10 چند مسئولیت خلق میکنه. بند میشنه آب. اگر 10 بگیرین 260,000 میشه. یعنی 260,000 کیلومتر مربع اتومات در تحت آب میره شما. اتومات تحت آب میره. و برای نگران اگر چیز بسیار رو چی داره. برق داره میتونه که برق نگران به طرف نقلو به طرف کابل روش میره. یا از کنه از کانال. شما نگران، لغمان، نورستان، بدخشان، خوست، پکتیا. شما میتونید که هیچی کنیش. تغذیه برقی کنید. بله ایدیمی چند ولایت که بود، بدخشان بود، یه طرفش نورستان هست، یه طرف نورستان هم کنر هست، پلی نورستان، یه طرف شمالش پنجشیر و کاپیسا هست، باز پلی کاپیسا خود کابل هست، پروان، یه طرفش جلال آباد. یعنی مثلا تخار هم میتونیم دی شامل کنیم. اینا ولایت های هستن که دریای خیلی کلان دارن یا از دریای کلان دوجه مسیر داره، از بین شارشان تیر میشه، از وسطشان تیر میشه. جایی هست که دوجه بند برق اگر ساخته شوه میتونه هم میشان کاملا با برق باشن، از برق هم استفاده کنن. یعنی ضرور نمیشه که ما 80% ما از برق بیرونی از کشورهای همسایه استفاده کنیم. یعنی کشورها مثلا وقت بر ما میفروشن هم از برق خود ما بر ما میتن. پاکستان هم میبینین، ایران هم میبینین، یا مثلا تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان هم میبینین. اینا از آب ما که رفته ما نتونستیم از استفاده کنیم، ما نتونستیم دو بند برق بسازیم. هم برقشان بر ما میفروشن، هم شکل زراعت دوجه مثلا گندم میکنن، پنبه میکنن، باز دیگه لوبیا میکنن، نخود میکنن، اونا رو هم باز بر ما میفروشن. یعنی از خود ما رو پس برای خود ما بسیار به شکل هنگفتش، بسیار به شکل تیش قیمت بر ما میفروشن. و از این ما میتونستیم اگر مدیریت میکردیم همین آبها را ما بر اونا چه میکردیم، هم برق بر اونا ما میفروختیم، صادرات میداشتیم، هم دیگه چیزای ضروریات اولیه را مثلا آرد و برنج و روغن و مسائل. متاسفانه تا حال نشده. امیدوارستیم بادزی شب بخیر.
ولی چی با چی کاری انجام بده؟ با شما یک تحلیل سوال 20 و 20 سال انجام بده. کی شده؟ چی قوت‌های داریم، چی ضعف‌های داریم، چی چیز ما فرصت‌های ما، چی چیز ما تهدید میکنه. تهدید ما بسیار خطرناک است. تهدید یعنی تهدید ما که است عمدتاً همین نافرمانی و پارچه بودن ما شما نوع تهدید اجتماع است. یعنی ما در خط یک حرکت اجتماعی تهدیدآمیز داریم در بین خود ما. یکی دیگه خود قبول نمیکنیم. هیچ گونه ما در یک مسامحه نمیشینیم که یکی دیگه رو احترام کنیم ولی حرف مخالف هم داشته باشیم. یعنی چون تهدید بسیار کلان است، یعنی نقطه وگ نیست، یعنی دبیور مساوی قرار میده. یعنی ضعف شما مساوی میشه با تهدید. باید فرصت از بین بره. حال این فرصت ایجاد شده. مردم ذهنیتش به خاطر ساخت کنه آماده است. این تو ذهنیت آماده نمیتونه دیگه وقت. یعنی تو ذهنیت نه. چون یک حرکت صورت دوستای عزیز، دریای کنر از اینکه خیلی کوهستانی است، از کوهستان میں همی 24,000 جریب است همه. خب نمیخواه مردم همی چیزای خود بده از دست بده، می خانیش زمینش. وقتی که شما بند برق ساختین یک مقدار مردم باید کوچ بتین از خانیش، از زمینش، از یک جایی دیگه بتیم. یا مثلا وقتی که کانال ساختیم مسیر کانال در کدام طرف از کدام طرف امکان آبیاری وجود داره از اونجا باید برش آب بدین. اما قبلا در سال 1352 که داوخان در چی قدرت نشست او پلان امیره کرد. مردم کنر دیگه موافق نبودن، گفتن نه دیگه ما از جای خود شور نمیخوریم، این بند برق هم ساخته نشه. یعنی نظرشان چی بود؟ بازم کار دولت با نظریات مردم پیش نمیره. در وقت نبی نتیجه رسیده شد بر فعلا این معطل شوه. اما امو وقتی تصمیم بود دیگه بنابر دلایلی که مثلا زیاد دوام نورد، حتما امو چی 5 سالی داود خان بودی اگر حکومتش دوام می آورد این حتما عملی میکرد. از طرف اون طرف این طرف کاملا موافق میشه. هیچ گونه حرکت شما وجود نداره. دوستای عزیز یکی گپ دیگر هم بگیم، خصوصا به می چی اخیر که پاکستان در مقابل مهاجرین انجام داده. مردم کنر در خیلی بسیار موافق هستن نظر سنجی که وجود داره. اونا میخواین در دریای کنر بند برق ساخته شود. اکثرشان حالا با وجود که مثلا خانهایشان یا زمینایی که دارن اینا اگه بند در می محوطه بند برق باشه از بین بره هم راضی هستن. واقعا این یک چیز مثبت هست برای ساخت بند برقای بیشتر در دریای کنر. بند کنر اصلا طرح بند کنر در زمان داودخان در 1352 که وقتی داودخان آمد در 1973 در 74 75 مطرح شد. داودخان سه پیشنهاد کرده بود برشان. خواهی همین دولت داودخان یا براتون پیسهش میتین، پیسه زمین ها رو بیرون دارین، یا عوض زمین میتین در یک از ولایت دیگه یا در کنر یا نگران یا در هر جا که شما میگید انجام میکنید. زمین باید خانه رو میتونید خانه میتونید. اینا هم سهش قبول نکردن. بله. نه پیسه نه زمین نه خانه. گفتن نمیبرید. اینا فکر میکنید که این وابستگی به قریه است. اونطور نیست. ذهنیت از اینا را عامل خارجی تغییر داده. مجرد یک عامل خارجی فهمیده بود که این کار صورت میگیره، شروع کرده بود این که در اینجا نباید چنین چیزی ساخته شود. همین ضرورت چیست که ایجاد میکنیم؟ آیا ضرورت اقتصادی داریم؟ بله. ما کلانترین ضرورت اقتصادی به ساخت بند کنر داریم. آب نگاه میکنیم. آب اساسا پایین میشه. من یک چیز براتون بگم. موقعی که آمو 12 متر مکعب آب سال آینده پایین بیاد، کل دریا پایین میاد. نوع گرما شدن زمین شروع شده. بله، گرمایش زمین روز به روز. باز گرمایش زمین آغاز شده. 12 متر مکعب فی ثانیه آمو پایین میاد.
بلندش نکنی. در صورتی که ما پیشتر 1 متر مربع گفته بودم، ببینیم 12 متر مربع فی ثانیه. حتی ایرام گفتم که یعنی امکان سنجشش نیست، به می اندازه به می سرعت آب چی کار میکنه پایین می. مثلا در هرات که هستم یالا ده 1 سال تو قبلا نبوده، ده 1 سال دم مثلا 30-40 کیلومتر پایین رفت، ببخشید 30-40 متر پایین رفت آب، دم باید آهسته آهسته برن، دم میره. یعنی قابل پیش بینی نیست. بسیار چرا سال نسازی؟ در صورتی کنه را نسازی آب میره، نمیتونی که دمش بگیری. مجرد یک شما بند کنه شما شروع کردید، پاکستانی میگن میره عقابه را تعیین کنید، عقابش باش تعیین میکنه حالا بعد در صورتی که توی بند میداشتی پاکستان تو رو کشیده نمیتونست 1 میلیون میفهمیدی بند میکنه حالا. بله، ما عالی فشار می داشتیم، مثلا می تانستیم در یک کنار مهار کنیم. در عالم دیگه پاکستان می گفت که بر ما حقابه بتن، ما هم دیگه برش حقابش تعیین میکردیم، اگه کمی شورم میخورد بیخی همیشه بسته میکردیم دیگه. اینی کار کمیال کده مهاجرین بیرون میکنه نمیتونست البته وقت. تمام آسیای میانه از طریق افغانستان میره در پاکستان. این تلاش میکنه که یک جاده واقعا را بسازه که راستن از تاجیکستان بره در پاکستان تا شود و هیچ افغانستان اونجا مطرح نشه. ممانعت از اون حاکت است. میگم خب آل پاکستان میخواه از طریق آسیای میانه وصل شوه، در وسط افغانستان است. خب میخواه مثلا تاجیکستان با تاجیکستان از طریق واخان وصل شوانی، اما اینجا وسط افغانستان است. این میخواه تو مفت از واخان تیر شوه به طرف خودش. استاد ایرا میگه یعنی امیال واخان خیلی با ارزش است برای ما، برای افغانستان. یعنی فکر کنیم شاید یگانه که مثلا خیلی با ارزش ترین باشه شاید واخان باشه. یعنی این آسیای میانه رو با پاکستان، از پاکستان و مثلا آسیای جنوبی جدا کردن. خب یکم با این واخان ما رو با چین همسرت میکنه. این کوریدور واخان که چی شود باز شود، حتی امیال ایران خیلی علاقمند هست از طریق واخان به چین وصل شود. خب حالا خب مثلا کشورهای ترک تبار است، از او برش خیلی سخت است، از طریق دریام برای ایران خیلی سخت است، اون خلیج فارس یا بحیره سیام همونطور، برای بحیره خزر. ایمی حساب آسان ترین چیش امی واخان است برای ایران. دیگه پاکستان هم خیلی علاقمند هست. اینجا حتی پاکستان خودش میخواه از طریق واخان برای چین وصل شد، به خاطر که می قسمت کشمیر پاکستان چی است؟ دوجه باز نارام است. خب امنیتش تامین نیست. وقتی از طریق واخان وصل شد برو هم دیگه چی میشه. بسیار تجارت ما انشالله امیدوار هستیم که مستقل باشیم. وقت خود ما مثلا و از یک کشور دیگه ترانزیت نکرده، خود ما مستقیم با چین تجارت داشته باشیم، سرحد داشته باشیم، کوریدور داشته باشیم، ریلی زمینی سرمایه‌گذاری کنیم، یکی از جزء یک راه و یک جاده باشیم، ابریشم راه ابریشم جدید. این افغانستان در جهان مطرح میکنه. امیال که ما مثلا با چند پروژه بزرگ خیلی در جهان مطرح شدیم، خیلی یکی با سیاست هایی که دولت ما داره قبلا داشت در جریان بود، سالهایی که خصوصا بعد از در کارهای عملی در بخش اقتصاد کارهای عملی را کرده، خب کشوری جهان شوکه زده شده. یعنی واقعا اونا دمی چند سال آینده هم که تو با می سرعت، با می خوبی، با می بساب سرعتی که ما داریم در تجارت، بساب خودکفایی رو به خودکفایی بریم،
دیگه تمام کارا میشه. یعنی قبلا مثلا فکر کنیم یکی در کشور خارج بوده که مثلا از افغان گفتن خوشش نمی آمده یا خود پت میکده، امیال دیگه راحت میگم من هستم، افغانستانی هستم، افغان هستم و برای افتخارم میکنم. بخاطر که یعنی دولت اگه قوی بود، دولت اگه کارهای بزرگ پروژه کلان روی دست بگیره، دیگه مردمش هم با جرأت میشه میگه من این افغان هستم. ببین افغانستان دیگه آرامی است، امنیت است، کارهای بزرگ پروژه بزرگ دوجه جریان داره. من مثلا چرا دیگه بهم سرمایه گذاری کنم، میرم در کشور خودم سرمایه گذاری میکنم، در کشور خودم حمایت میشم از هر نگاه. اگر من کارهای خوب، کارهای خلاقانه، کارهای ابتکاری، کارهای صادقانه مثلا برای مردم خود داشته باشم، حساب تجارت، اقتصاد و مسائل هر اجتماع، فرهنگ، توریسم، هر چیز که مثلا به دولت ما ضرورت داره، این از طریق دولت حمایت میشه باز و اینا باز میفهمن که واقعیت حمایت میشن، میان چه سرمایه گذاری میکنن، مردم اشتغال پیدا میکنن، اشتغال زایی میشه، بیکاری کم میشه، مردم نفس میگیرن، جان میگیرن، قدرت خرید مردم بالا میره. این چیزا خیلی تاثیر داره. عوادل خوب نشد. اینجا مطرح است اینجا. حتی غیرتان دارن بلندن پرخم. گپ خراب در مقابلش. گپ خوب گپ. خب از حیرتان برنده ترخم. خب کشورها سیاست اقتصادی خود داره. خب مثلا چند وقت پیش یک گپایی شده بود که گفته بود از حیرتان میایم باز مزار و مثلا پروانه نادیده گرفته بودن، اما تو میایم کابل باز در جلال آباد هم تو میریم. خب پروان خب یک جای مثلا اصلی تجارت هست، اقتصاد هست، صنعت هست، حساب خطری لگفته بودن. خب نگو تو باش مثلا ازبکستان خط آسیای میانه قطعا و پاکستان، هند پاکستان دیگه. بخاطر ازی که باز برای هند اونجا سخت است از پاکستان تشدن، خاطر که اینا با هم تضاد دارن دیگه. از خاطر استاد میگه خوب در مقابلش. من نکنه میتونه یک مسئله کلان سیاسی، فشار سیاسی، یک مسئله کلان اقتصادی برای انقلاب سبز افغانستان در پالوی خوشبه، در پالوی کانال دوم کمالخان و در پالوی مچلقو که شما در پکتیا بسازنش، این یک انقلاب به وجود میاره و در پالوی کانال که شما از سربند دریای یمن و کابل میزننش، در پالوی از یک شما در حقیقت یک دیوار در کوچه بالا میکنید، در پنشیر بالا میکنید، در شطور بالا میکنیدش. این در دو سه سال کلش خلاص میشه، نیست که یک جور کنی باز دیگه شد. فقط 4 تا آدم. یعنی سرعت کار خیلی مهم است. یعنی تو نیست که یک بند پشتش بگیری دوتا. مثلا همیال ببینیم در ایران مثلا 1000 تا شاید پروژه جریان داشته باشه در کابل همونطور، در ولایت هر ولایت همونطور است. یعنی فکر کنم یک سال آبادی اینا را شاید در دوره قبل شاید چند سال نداشته باشه یا نداشته اصلا. خیلی مثلا سرعت کار زیاد است. بازم استاد میگه به یکی دوتا اکتفا نکنیم، مثلا 3 4 5 6 تا را تو بزنیم، مند بزنیم که مثلا این مثلا با چند میلیون دلاری که ما تخمین از بیرون ما واردات داریم، مثلا برق وقت ما از جا داشته باشیم، یعنی مایدمه جای خود پوره میکنه، تکمیل میکنه، دیگر نیاز نمیشه حتی ما مثلا صادر میکنه از جا پول میداشته باشیم. از خاطر به یکی دوتا خودکفا نشیم، زیادتر بسازیم بند برق که مثلا زیادتر اینمی کارا رو مدیریت کرده باشیم که زیادتر زایی شود، زیادتر حیف میل شود، زیادتر برای سرگردان در کشورهای دیگه. از این خاطر باید حرکات ما برای بند کنن آغاز شود. پیشنهاد من این است که بند کنن آغاز کنه، تبلیغ بسیار کلان به خاطر بند کنن آغاز کنه. تمام
طرف مقابل که ما انجام میدیم. این لحظه بهترین وقتش است که شما بندی کنار آغاز کنید. هیچ کسی گفته نمیتونه چرا کار میکنی. تو میکنی که ما میکنم. من میدید اون یک رنگ 1 میلیون نفر تا تلا میکنم این لحظه میده درون میگیس تلا میکنه. اون پولای داره گرفته کنشه. میتونه 50 تا بردا میکنی بس. ما واسه برای پاکستانی ها میگم بیاله. برای دولت میگم دولت حاکمیت که کسا همین میگم. حساب کنم همین یک چیز بگیرید یک جدول بگیرید چند تا متخصص یا خارج کرد. دکتران رو نگاه میکنه. ماستران نگاه میشه. انجینیران کلش نگاه میشه. کلش در کار میکنه. آدم غریب غربت دیگه میکنی سو. اینو غریب غربت که کی هستی نمیفهم. کی هست که خب میگه دکتر انجینیر کسایی که در کارش هست اونا رو نگاه میکنم دیگه کسایی هم برای میگه در کشورتان اما کسایی هم که اینجا روان میکنه معلوم نیست هویتشان دقیق یعنی یک رقم دیگه خودتان میفهمید او تا چیزام بوده میتانه از خاطر وقتی ما عالی فشار می داشتیم خصوصا عالی فشار اقتصادی دیگه اونا هم این کار نمی کردن یا نمی توستن یا جرأت نمی کردن بالاخره از این لحاظ هر شی به مدارو و کرارو بنده برخی کنند عالم معلوم شد که چقدر تاثیر میکنه. اگه ما بنده کنه رو میداشتیم مانو رو یک تفنگ به دست میداشتیم. حالا فایق کنه به چیز دیگه. آبت نگاه نمیتونی نیم شابشه پاکستانی ها میخورن دیگه ایرانی ها میخورن دیگه ازبک ها و ترکمن ها میخورن. خیلی تو چی نمیخوری؟ کنار باید ایجاد شد. حالا بگم خلاص بکنن آب پایین میره آب مردم میگیرن هر متر مکعب که بین او آدم دو دلار از یک کیلو یک و نیم دلار میرس بشه. هر متر مکعب هر دفعه ثانیه هر متر مکعب کنن کوسو میره تو یک و نیم دلار سمیتی با مورد آقای جاهد هم از شرکت دیگر بسیار جالب بود چقدر امیال واسه میاده خورده اونو باید ما دوا کنیم. این خو یک رنگ رفتن میرم تو دیگه یک دور رنگ رفتن میره شما این استفاده نمیکنه کلا خود دیگه دراز دیگه این تو میره این که میره در هر در ثانیه در فی متر مکعب یک و نیم دلار تا 2 دلار است. خب کمی درباره خب گفتیم از اینجا از کوه چترال سرچشمه میگیره میده جلال با دریای کابل و پنجشیر و علی نگار و شتل اینا یک جای میشه میره در منطقه اتل با در دریای سند با هم میریزه دوجه. خب یا مسیرش بود 480 کیلومتر است گفتیم. در منطقه اسمار میتونیم یک بند برق خوب داشته باشیم و بسازیم. اینجا اسدآباد تموتو میتونیم در اسدآباد هم یک بند برق خوب و در حدود 760 میگاوات برق داشته باشیم. برای برق در خود کنر میرسه ولایت همجوار مثلا نورستان لغمان دیگه طرف پنجشیر اگه جلالاباد هم بگیریم یک مقدار بیجا این دیجا ببینیم ما بر شما بگم کنر رو ببینیم والیش نورستان است این طرفش لغمان است باز ننگرخار تو اینجا میریزه. خب درباره توضیحاتش هم گفتیم دیگه حساب دریای کنر امو یکی از معاونین دریای کابل است. وقتی ما دریای کابل رو تعریف کردیم بیمانه که دریای کنر را تعریف کردیم. گفتیم از هندوکش سرچشمه بگیره
در دره اونی پغمان دوجه باز از رود هلمند جدا میشه. اینمی دریای کابل بعد از او در جلگه میدان اوجه را آبیاری میکنه. در ولسوالی چاردی وارد کابل میشه. باز از چلستون باز در پغمان داخل میشه. از پغمان هم باز وارد لوگر و از جا در جلگه سروبی باز در پنشیر در دریای پنشیر ملحق میشه. باز در جلگه جلال آباد در اوجه سرازیر میشه. دیجه است که باز با هم چی میشه روی دریای کنر گد میشه. یا مسیرش هست. ببینیم از جا دریای کنر بود ایتو می آمده. ببینیم اینجا در جلال آباد میره چیزا. اینا مسیرهایی هست که زیادتر سرچشمه از این قسمت پنشیر و نورستان و کنر و از کوه پامیر و مثلا چترال هندوکش از جا زیادتر سرچشمه دریای بزرگ ما از این قسمت هست. خب اینا مثلا معاونین یکدیگر هستن. مثلا دریای پنشیر، دریای کنر، علی نگار، سوات. باز در طرف راستش هم مثلا دریای لوگر است، سرخاب است، بارا. اینا داخل باز در دریای بزرگ سند میریزد در پاکستان. خود طول دریای کابل 700 کیلومتر است. 460 کیلومترش در داخل افغانستان، دیگهش هم در داخل خاک پاکستان است. این دریای کابل حساب جلال آباد و لغمان اینجا را خوب آبیاری میکنم، بخاطر که اینجا خیلی زمینه حاصلخیز دارن. از این خوب به شکل کافی استفاده میکنن اینا. خب دریای کنر هم در قسمت تحصیل نورستان با دریای مستوچ نورستان، در نورستان با دریای مستوچ نورستان رود کنر یک جای میشه. خب در اصل اینمی دریای کنر پیش از که با دریای مستوچ نورستان یک جای شود، از کوههای چترال چیانتر چترال پاکستان افغانستان ببخشین سرچشمه میگیره. یعنی او گفتیم در وسط شامل دیورند هست، یعنی از کوههای دیورند که مربوط افغانستان اونجا سرچشمه میگیره. اگر مثلا افغانستان به رسمیت بشناسه باز دیگه مربوط پاکستان میشه، یعنی باز میگیم از پاکستان سرچشمه گرفته. خب این باز دسته اول جلال آباد با دریای کابل چی میشه؟ دسته اول جلال آباد اینمی دریای کنر و مستوچ و اینا با هم وصل میشه، یک جای میشه. باز پاکستان در 20 کیلومتری شهر پشاور یک بند هم ساخته که به نام بند ورسک، خیلی یک بند کلان هست ساخته. باز در قسمت اتک در دریای سند یک جای میشه این دریای ما. خب همین گپای پیشتر هست. نام دریای کابل بسیار سیاسی هست. اصلا ما دیدیم بند دریای کابل آب نداره، خیلی امیال خشک شده. بند برقهایی که در سر دریای کابل ساخته شده، یک بند برق سروبی هست 2200 کیلووات در ببخشین بند برق سروبی و ظرفیت ببینیم این ظرفیت تولیدش خیلی زیاد است. سروبی را ما سال هاست را در فعالیت داریم. خیلی یک جای کلان 22000 کیلووات، 22000 خیلی است واقعا. یعنی 1000 کیلووات دیگه سخت و آسانی نیست. یک بند برق بسیار کلان کار است. از یک سروبی اونجا ببینیم تا بین دو کوه است، یعنی وسط
جلال آباد و کابل اینجا خیلی یک بندرگاه بسیار کلان است. حتی در وقت جنگ داخلی باز میگن امی آقایی که امی الله هست تهدید کرده بوده که والا اینمی بند برق سروبی را دیگه چپه کنم اما زیر آب میشه. وقتای شیر به شکل سیاسی هم استفاده کردن، یعنی بند برق سروبی را. خب بند برق درونتا هست باز 32 کیلو میگاوات، 32 میگاوات برق در ساعت هست. دیگه ماهی پرش 66 میگاوات، خب نقلو 25 میگاوات در ساعت. باز دیگه ورسه که گفتیم که 20 کیلومتری شهر پشاور هست. خب این واقعا دیگه خیلی چیزای اقتصادی داره. ما اگه بخوایم بتانیم استفاده کنیم. میم چند منظری زیبا عظیمی کنر، دریای کنر ببینیم. واقعا زیباست. حتی روح آدم شاد میکنه، آدم جوان میکنه. مثلا اینجا رو مثلا روح آدم باید در سرسبزی خیلی شاد میشه، آرام میشه. چقدر زیباست واقعا. خوش آدم میه. یعنی واقعا افغانستان دیگه زیباییش. خب اینجا من قسمت یک جایی رو بر شما نشان میتونم که قسمت کامه هستی. ناکامورا گفته یک مرد ژاپنی را نامش شنیده بودین که او سوی قصد شد به جانش. او جرایی چی کده بود؟ در فصل بهار زمین به شکرانه زندگی دوبارهش هر آنچه در دل پرورانده به سمت آسمان روان می‌ماند. دانه‌ها آرام آرام سر از اینجا رو ببینیم. این جایی است که بند هست که ناکامورا اینجا را
اینی میره ساخته. اونجا هم ببینیم اونجا خیلی خشکی بود، اونجا را همه را سرسبز کردن. دیگه از دریای کنر همون قسمت که در جلال آباد در قسمت کاما چی میشد، همونجا را ناکامورا خیلی در سرش کار کرد، از ژاپن پول می آورد اونجا را مدیریت میکرد، آبایش تنظیم میکرد رویش شد وقتتان. خب دوستای عزیز، رسیدیم با آخر برنامه. دیگه ما از که هر کس میخواه، دولت هم میخواه واقعا بند برق بسازه یا ساخته شود، دولت هم برنامه داره، بی برنامه نیست. یکی از او میخواه در کنر بند برقی که میخواه همون چیزش برنامه ریزیش تکمیل شده و را جور کنه بخیر. انشاءالله افتتاح خواهد شد. دیگه کشور ما زیادتر به خودکفایی اقتصادی نزدیکتر میشه، هر روز خوبتر میشه انشاءالله. هر روز آبادی و آرامی و سرسبزی خوشحالی در توریسم هم انشاءالله با این حال پیشرفت میکنه. کشورهای کسایی که رفتن پس میگردن انشاءالله. ببینیم این بند برق هست، خب قرار است ساخته شود. گفتیم در بین کوه ها هست، قسم یک بند برق ساخته میشه در سر دریای کنر، از اینکه بشه آبش مدیریت کنه وسط کوه. انشالله که این دریای خروشان رو مدیریت خواهد کردیم. در آینده افغانستان خیلی مهم هست. کسایی که نسل‌های بعدی که میان از انشالله زندگی مرفه داشته باشن، خیلی خوب استفاده خواهد کردن. خب دوستای عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. انشالله که خوب و خوش و سرحال باشین. ناگفته نباید گذاشت که برنامه بعدی ما دستاورده اقتصادی هیئت افغانستان در ایران هست. دستاورده اقتصادی هیئت افغانی در ایران هست. این برنامه یعنی درس 4 صنف طعامخانه خواهد بود. انشالله ایره فردانی پس فردا کار خواهد کردیم.